سلام. امروز هم تاریخ 2/7/1402. الان تقریبا ساعت هولوش 6:30. ایشون هم نفر دومیه. 100% کرونا کووید 19. بیمارستان هم بیدن. اینا 2 دوز واکسن هم زدن. آرزوم به حضور گل شما. این سویه جدید دستکاری شدن، قدرتش 4 برابر اوایل کرونا، یعنی واقعا خطرناک و وحشتناکه. نمیفهمم چه این دولت پست اعلام نمیکنه. دارم به مردم محترم و شریف میگم اگر کسی خواست بره بیمارستان به هیچ عنوان چرک خوشکنها، دگزاها، چه میفهمم بتامتازون ساده، LA و قرصه سرماخوردگی، استامینوفن به هیچ عنوان استفاده نشود. داخل سرما از ویتامین C، ویتامین E، ویتامین D، B کمپلکس، نوروبیان استفاده بشه. دیگه زبونمون مو در ورده. همین الان یه نفر اومد جمعم تا یه سرمی داره 3 تا دگزا باشه، یه سفتریاکسین باشه. همه ای زدم شکندم، گفتم ببر همون جایی که سید نوشتن همونجا تزریق کنن. اینا همش بدن، یعنی تأثیری داخل بهبودی کرونا کووید 19 نداره. نمیفهمم این ملت خوی زده به خو، ملت خو رفتن، خوم بیدار نمیشه، بیدارم بی تفاوته، اصلا نمی‌علمن چطورم. فقط یه چیزی حقیقتش میفهمم، فکر میکنم این ملت حقشه از این بدتر سرش بیاد. وقتی از تپه میدوی میری بالا، سی دیدن یکی مثل رونالدو، حقیقتا اینطوری سرت بیاد. کرونا کم خیلیان، ببخشید البته اینطوری صحبت میکنم، خیلی متاسفم، اینقدر ناراحتم که حد نداره. من الان تو این فیلم ها میگم مسئول دلسوز، مسئول وطن پرست، مسئول سینه سوخته نداریم. اصلا اینا فقط میخوان غارت کنن، چپاول کنن. اصلا جون آدمیزاتشون مهم نی. توف